تا حالا شده حس کنی توی هزار توی بی پایان گیر افتادی؟ هر چقدر میدوی باز برمیگردی سر جای اولت. دقیقاً مثل اون لحظه‌ای که توی جلسه مهم کاری بازم به جای I've been working میگه I'm working. یه اشتباه کوچیک ولی مثل یک سد بتونی جلوی حرفه‌ای بودنت رو میگیره. خوش اومدید به اولین اپیزود از اودیسه زبانی. من راضی خریدار هستم و امروز میخوایم بفهمیم چرا مغز ما عاشق تکرار اشتباهاته. یونانی های باستان داستانی دارن درباره سیزیف، مردی که محکوم بود سنگ بزرگی رو تا قله کوه ببره. اما درست لحظه‌ای که به نوک قله میرسید سنگ از دستش رها میشد و برمیگشت پایین. خیلی از ما توی زبان انگلیسی سیزیف هستیم. سنگ گرامر رو بالا میبریم ولی دم قله عادتهای قدیمی ذهنمون سنگ رو پرت میکنن پایین. این سنگ همون fossilized errors یا خطاهای فسیل شده است. عادتهایی که انقدر ته ذهنت رسوب کردن که دیگه نمیشنویشون. پروفسور لری سینکلر میگه مغز ما برای صرفه‌جویی در انرژی یه اینترلنگویج میسازه، یعنی یه زبان میانی که نه فارسی نه انگلیسی. اگه توی این مرحله گیر کنی اشتباهاتت فسیل میشن. این تقصیر تنبلی تو نیست، این مکانیزم بقای مغزته که میخواد سریع‌ترین راه رو برای ارتباط پیدا کنه. حتی اگه اون راه غلط باشه. بیاید همین الان جراحی کنیم. وقتی میخوای بگی من به این آهنگ علاقه دارم چی میگی؟ اگه گفتی I'm interested to this music بدون که داری به روش فارسی فکر میکنی. علاقه به. در انگلیسی ما غرق در چیزی میشیم. I'm interested in. تصویر سازی کن. خودت رو وسط اون آهنگ ببین. In the music. این تصویر فسیل غلط رو میشکنه. سفر ما تازه شروع شده. ما نیومدیم که فقط لغت حفظ کنیم. اومدیم که معمار ذهن جدیدمون باشیم. یادت باشه اولین قدم برای شکستن نفرین سیزیف اینه که بفهمی سنگ کجای مسیر از دستت رها میشه. همین الان توی کامنت های همین پادکست برام بنویس کدوم اشتباه همیشگی سنگ سیزیف توه. کدوم اشتباهیه که هر کاری میکنی باز تکرارش میکنی.